کلچه‌قند اطلسی و یا گلدوزی، تاج اسماعیل سامانی و رمزهای دیگر ملی. روز 7 مرداد در دوشنبه می توانستید این همه را بچشید و در جشنواره جمهوریوی کلچه‌قند لذت بخش خانما. از تمام گوشه های کشور کدبانی ها اینجا بودند. من امروز ما محصولات چپاتی و گردچه و کلچه و اینا از شهر ترسونزاده آوردیم برای پیشکشی مردم. در این جشنواره بر علاوه نوهای گوناگون شیرینی و کلچه‌قند، نانهای رنگارنگ را هم به نمایش گذاشتند که بانوان تاجیک در تهیه آنها بسیار ماهرند. من اینجا فطیر قوجک میگوین، من فطیر قوجک، فطیر چهارمغزی، من فطیر قطقط، اینا و تنکچه علفی و علفی منی قلمه گرفته اومدیم. مقامات میگویند خواستند با برگزاری این جشنواره آنهایی را پیدا کنند که در تهیه نان و کلچه‌قند مهارت دارند. و هدف از تشکیل و گذراندن چنین آزمون‌ها این دریافت کدبانوهای بهترین و معرفی نمودن هنری اصلی کدبانوگی زنان تاجیک، مادران تاجیک می باشد. باران و هوای تیره هم نتوانست مانع آمدن مهمانان شود که شیفته این همه شیرینی و نانهای گوناگون شدند. اینها منبع مخول است. کلچه‌قندهای زیبا مثال هر یک نمودهای مثال که ملی خودمون را مثال یکم بار در این رکلامه ها من دیدم. یکی از مهمانان نامبسر در جشنواره کلچه‌قند لذت بخش خانما هم با استفاده از فرصت خواست از طریق رادیوی آزادی بانوان تاجیک را با روز مادر تبریک کند و این فرصت را به او دادیم. همه مادران به این بها تبریک و مبارک بود گفته در کارهایشان موفقیت‌های نو من آرزومندم. همه وقت زن‌های مهربان به همین مثل همین گل‌های شکوفان همه وقت دائما شکوفان باشند.